با سلامی گرم از شهر پراگ به همه دوستان و بینندگان بینهایت گرامی رادیو آزادی، بگذار هفته نوی کاری برایتان پرفیض و باقرار باشد. نویدی بامدادی است تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. امروز دوشنبه 20 ایول. رو می‌آوریم به خبرها. حکومت روسیه معیار دوباره آغاز کردن پروازهای بین المللی را معین کرده است. موافق معیار تعیین کرده حکومت، روسیه با کشورهایی که در 14 شبانه روز اخیر به حساب میانه کمتر از 40 حالت بیماری کووید 19 بر سر 100,000 اهالی را دارند، پروازهای بین المللی را باز میکند. حکومت روسیه همچنان سرعت افزایش سرایتیابی شهروندان به کووید 19 را به اینابت میگیرد که کمتر از 1% در یک شبانه روز اخیر باید باشند. بنابر آمار رسمی که مقامات تندرستی تاجیکستان اعلان میکنند، میزان سرایتیابی به کووید 19 در کشور از این چنک پایان‌تر است. پروازهای بین المللی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب پورا قطع شده است و این حالت بحران بی‌سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجران کاری تاجیک در روسیه در ماندند. تاجیکستان برای بازگردان شهروندان پروازهای چارتری تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه رویخط نیازمندان را ترتیب داده است و موافق آن به مسافران قبل از همه به افراد سالخورده، بیماران و کارمندان اداره‌های دولتی، دانشجویان بلیط فروخته می شود. پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به تاجیکستان ادامه دارد و از روز 20 ایول به بعد از شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ و کراسنودار قرار است هواپیماهای شرکت تاجیک ایر و سامان ایر مسافران را به تاجیکستان آورند. ضمناً از 21 ایول پروازهای منتظم میان دوشنبه و شهر دبی برقرار می شوند. شرط اساسی راه یافتن به این پروازها معلوماتنامه درباره عاری بودن از کرونا ویروس است که در 96 ساعت اخیر به مسافر داده شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که شبانه روز گذشته 44 حالت نوی سرایت شهروندان به کرونا ویروس آشکار شده است. به حساب رسمی شماره فوتیدگان به 57 نفر رسید. آماری که فعالان جامعه شهروندی به آن شبهه دارند و میگویند تعداد فوتیدگان به مراتب بیشتر از این است. در اظهارات وزارت تندرستی تاجیکستان گفته می شود که شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس از 3 اپریل تا 19 ایول در کشور به 6878 نفر رسیده است که از این حساب 5578 نفر و یا خود 81% شفا یافتند. آخر ماه اپریل پس از ثبت چند حالت پرسر و صدای فوت ساکنان که سببشان را مقامات پنیومونیا گفتند، وجود کرونا ویروس در تاجیکستان رسما تصدیق شد. کووید 19 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سست کرده است. بانک ملی تاجیکستان میگوید حجم مجموعی محصولات داخلی در 6 ماه اول سال 2020 همگی 3.5% زیاد شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2019 کمتر است. در سال 2019 رشد حجم مجموعی محصولات داخلی در نیم سال اول 7.5% را تشکیل میداد. درباره نشاندادهای اقتصادی و مالی تاجیکستان در یک جلسه بانک ملی روز 17 ایول خبر بررسی شد این مسئله و در این باره دفتر مطبوعات بانک خبر می‌دهد مقامات بانک سبب سرعت سستی رشد اقتصاد را در پاندمی کرونا ویروس نو گفتند. تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری در روسیه است که اقتصاد آن کشور نیز به سبب پایین آمدن قیمت نفت آسیب دید و مهاجران زیادی هم بیکار ماندند. از طرف دیگر چین سرمایه‌گذاری اصلی تاجیکستان به سبب بستن مرزها اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادش را در کشور به تأخیر انداخت. حکومت تاجیکستان ماهی گذشته دورنمای اقتصادی کشور در سال 2020 را بازنگری کرد و گفت امسال رشد مجموع محصولات داخلی نه 7.8% بلکه 4.7% را تشکیل خواهد داد. در بیانیه بانک ملی که از جریان نشست تهیه شده است آمده است، جمال‌الدین نورعلیف معاون بانک ملی گفته است با مقصد دستگیری اقتصادیات کشور در وضع دشوار اقتصادی در نیم سال اول سال 2020 در مجموع با مبلغ 318 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری ها از تشکیلات بین المللی مالیوی جلب کرده شدند. دادگاه شهر خوجند انور خوجه نوریدینوی 26 ساله را به جرم قلابی برای 3 سال روانه زندان کرد. محکوم شده در 3 حالت قلابی متهم می شود. با اطلاع ریاستی وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت، نوریدینوف دوام ماه اپریل و می سال روان خود را
کارمند مقامات کروپسیا معرفی کرده با راه فریب و سوء استفاده باوری از 2 خدمتچی دولتی و 1 رئیس جماعت گویا برای افشا نکردن کمبودی‌هایشان مبلغ پولی ستانیده گرفته است. نوریدینوف در 2 حالت از 1 رئیس جماعت 10,000 و از 1 خدمتچی دیگر 1000 سومانی و علاوه 200 سومانی دیگر ستانیده است. معلوم نیست این گپ درباره کدام رئیس جماعت می رود، اما در پی بررسی پرونده دادگاه نوریدینوف را برای 3 سال روانه زندان نظامش عمومی کرد. رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان میگوید خروج بیماری کووید 19 مانع ادامه مذاکرات مرزی با قرقیزستان شده است. مذاکراتی که سالهای طولانی است ادامه دارد و دو طرف به پیشرفت زیادی هم نائل نشدند. عارف خوجازاده رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت که از آغاز سال 2020 تا ماه مارس یکجا با جانب قرقیزستان 5 مرتبه مشکلات مرزی میان دو کشور را بررسی کردند. عارف خوجازاده دایر به جزئیات مذاکرات، پیشنهادها برای حل بحث‌ها چیزی نگفت و افزود که بعد از خروج بیماری کووید 19 ادامه مذاکرات مرزی با قرقیزستان امکان ناپذیر شد. مشکلی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان از سالهای شوروی به میراث مانده و مقامات دو کشور تاکنون نتوانستند مرز را علامتگذاری و تقسیم کنند. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین به علامتگذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند. جنجال و تیراندازی محض در همین منطقه ها و برای آب و زمین و چراگاه صورت می گیرد و گاه ها به خونریزی می انجامد. در چند ماه گذشته مرز تاجیکستان و قرقیزستان شاهدی دست کم 3 مناقشه شد و در این حادثه ها از دو طرف به اطلاع رسمی 8 نفر زخم برداشتند. مقامات هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه ها عیبدار می کنند. با نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی بلاروس داوطلب‌های اساسی کرسی ریاست جمهوری از میان مخالفان حکومت روز 19 ایول 2 گردهمایی بزرگ برای برکنار نمودن پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو راه اندازی نمودند. هفته گذشته 3 پیشوای مخالفین حکومت گفتند که تلاش‌ها را در گرد نامزد سویتلانا تیخانوفسکایا جمع خواهند کرد تا به قول آنها رژیم دیکتاتوری ناکام شود. تیخانوفسکایا و نمایندگان دو نامزد مخالف حکومت که از ثبت نام در سبقت ریاست جمهوری محروم شدند 19 ایول در گردهمایی مشترک شهر زرژینسکی کنار مینسک ظهور نمودند. نامزدها ویکتور باباریکا و والری تساپکالو از ثبت نام محروم شدند. تیخانوفسکایا از منبر گردهمایی گفت که مقامات از ترس باباریکا و تساپکالو را ثبت نام نکردند. با گفته تیخانوفسکایا مقامات نمیفهمند که خطر نه نامزدهای مخالفین بلکه مردم است که در حالت خوف و تحقیر با سر میبرد، یعنی شورش میبردارند. مقامات با گردهمایی دیروزه مخالفت نکردند. انتخابات پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست دایر می شود و پرزیدنت لوکاشنکو تلاش دارد حکمرانی 26 ساله خود را توسط انتخابات بار ششم تمدید کند. در معرکه تعقیب دیگر اندیشان حکومت بلاروس صدها نفر و از جمله بلاگران و فعالان مخالفین را بازداشت نموده گردهمایی ها را پراکنده کرده است. در ازبکستان مبتلایان کرونا ویروس که در خانه طبابت میگیرند داروی رایگان دریافت خواهند کرد. با آگاهی خدمات مطبوعاتی وزارت تندرستی ازبکستان در این باره در جلسه اخیر کمیسیه مخصوصی دولتی مبارزه با کرونا ویروس با رهبری سروزیر عبدالله آریپوف قرار قبول شده است. در جلسه همچنین رویخطی داروهای تهیه و تصدیق شده است که بیماران رایگان آن را دریافت میکنند. همین طریق به مبتلایان کرونا ویروس که در خانه از شکل سبک بیماری طبابت میگیرند داروهای گیدروخلوروکساسین، ازیترومیسین، پاراسیتامول و ویتامین C و نقاب‌های یک دفعه رایگان داده می شود. دادگاه ایران امر داده است که حکم قتل 3 جوان متهم به برانگیختن تظاهرات ضد حکومتی در ماه نوامبر اجرا نشود.
بابک پاکنیا وکیل دفاعی یکی از این جوانان روز 19 ایول در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که دادگاه بالای امر داده است محاکمه هر 3 نفر از نو صورت بگیرد. دستور برای محاکمه تکراری بعد از آن صادر شد که مردم زیاد با راه اندازی یک معرکه در شبکه‌های اجتماعی از مقامات خواستند که این جوان را قتل نکنند. در این معرکه زیر نام اعدام نکنید ایرانیان زیادی از جمله سیاستمداران و زیاییان و هنرپیشگان معروف شرکت کردند. سازمان عفو بین الملل میگوید در ایران سال 2019 حکم قتل 251 نفر را اجرا کردند و جمهوری اسلامی پس از چین از نظر اجرای حکم قتل در جهان مقام دوم را دارد. معرکه بعد روز 14 ایول به راه انداخته شد چون در این روز دادگاه در ایران حکم قتل امیر حسین مرادی 25 ساله، سعید تمجیدی 27 ساله و محمد رجبی 25 ساله را به تغییر گذاشت. هر سه را ماه نوامبر سال 2019 هنگام سرکوب بیرحمانه تظاهرگران دستگیر کرده بودند که در شهرهای گوناگون ایران به میدان ها ریختند. و بینندگان ارجمند، اینجا با طلب شما نگاه داشتیم به قربی اسعار خارجی در تاجیکستان بنابر ارز خارجی که بانک ملی تاجیکستان قرب آن را معین کرده است. امروز یک دلار آمریکایی 10 سامانی و 30 درم، یک یورو 11 سامانی و 77 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسا 143 سامانی تعیین شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی. خبرهای نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.